آیا طهارت زیر دوش جایز است؟ بله جایز است. آیا پس از طهارت گرفتن خشک کردن یعنی پاک کردن خود جایز است؟ بله جایز است. آیا به استنجا یعنی بدون شستن دو مخرج طهارت گرفتن جایز است؟ بله جایز است. آیا عریان طهارت گرفتن جایز است؟ بله جایز است. آیا در وقت طهارت سخن گفتن جایز است؟ بله جایز است. آیا با روغن و گلی که در سر هست طهارت کردن جایز است؟ بله جایز است. آیا در حمام طهارت کردن جایز است؟ بله جایز است. آیا با آب بحر طهارت گرفتن جایز است؟ بله جایز است. آیا به تلفظ نیت طهارت کردن جایز است؟ بله جایز است. آیا برای بیماری با سبب اینکه در دهان است مزمزه شستن دهان طهارت کردن جایز است؟ بله جایز است. آیا گاه در طهارت یک بار یا دو بار یا سه بار شستن هر اعضا جایز است؟ بله جایز است. آیا طهارت و محض کشیدن بر خوف یعنی موزه جایز است؟ بله جایز است. آیا برای زن محض کشیدن بر بعض موی سپس ادامه دادن بر رویمال جایز است؟ بله جایز است. آیا برای زن محض کشیدن بر رویمال یا خمارش جایز است؟ بله در ضرورت جایز است. آیا هنگام شک کردن در طهارت بر اساس آنکه طهارت دارم باز بنا کردن طهارت نو گرفتن جایز است؟ بله جایز است. آیا با آرایش سبک مکیاژ سبک طهارت گرفتن طهارت کردن جایز است؟ بله جایز است. آیا راست ایستاده یا نشسته طهارت گرفتن جایز است؟ بله جایز است. آیا طهارت نمودن بدون اینکه بعضی از اعضای بدنی که واجب است شستن آنها نشوید در ضرورت جایز است؟ بله جایز است. آیا اگر آب پیدا نکرد یا با سبب بیماری و حالتهای دیگری نتوانست با آب طهارت نماید آیا تیمم کردن جایز است؟ بله جایز است. آیا در طهارت بر محسی یا موزه یا نسکی جورب محض کشیدن جایز است؟ بله جایز است. آیا با آبی دریا یا چاه یا آبی باران یا آبی جویبار طهارت کردن جایز است؟ بله جایز است. آیا از یک تغاره یا سطل یک چند نفر طهارت بگیرد جایز است؟ بله جایز است. آیا در طهارت از 3 مرتبه زیاد هر اعضای بدن را شستن جایز است یا نه؟ نه جایز نیست مگر در ضرورت. اگر ضرورتی پیدا شد در آن اگر روغنی بود برای تازه کردنش نیازی بر آب شد حتما این کار باید اجرا شود، اما در غیر ضرورت این جایز نیست چون الله سبحانه و تعالی اسرافکاران را دوست نمی دارد. این است آنچه که در باب طهارت بیان کردیم و الله سبحانه و تعالی داناتر است.